اولین برنامه شب آفتابی سال 93 رو هم با مهمانی شروع می‌کنیم که قرار بود که تحت عنوان دیگری به این برنامه بیان، اما این اتفاق نیفتاد. ایشون به قول سردبیر برنامه در پیچ بهارستان گیر کردن. آقای دکتر خیلی خوش اومدید. مرده‌شور بسیجی تو ببرم با این معرفی کردنه. تو پیچ بهارستان گیر کرده بود. اولش خواستم سکوت کنم ولی یادم افتاد که مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض کردم بله، میفرمودن که گاهی وقتها به جای خاموشی در جواب ابلهان باید یه مش بخوابونی زیر چششون، چون اونی که ابله باشه معنی اون سکوتت هم نمیفهمه. احسن دیگه. رشته کلام از دستم در. رشته کلام که چیزی نیست، رشته اوضاع دست در نره. بدبخت که میشه این مقام عظما اینجاست که اینجا بدبخت میشه. آره که شده. هنوز زنده است یا نه؟ چی بگم؟ یارو شکارچیه میگفت یه روز نه تفنگ داشتم نه گوله، یه گله پلنگ ریختن سرم، تیکه تیکم کردن و خوردن. دوستاش گفتن ناکس چطوری خوردن تو که زنده ای؟ گفت ای بابا اینم شد زندگی. مقام عظما الان اینطوری زنده است، داریم جون میکنیم که نفسش برگرده سر جاش. دنبال یه همچی اتفاقی هستیم براش. با این اوصافی که شما گفتید اتفاقی ممکنه نیفته؟ بله، حالا داریم براش مواد زیادی هم میگیریم. چقدر آقای دکتر میگیرید و چقدر مورد نیاز هست؟ میزانش جزو اسرار بیته. میشه با من بگید؟ نه، فقط بگم که مصرفش بالاست، مثل دوره قیام. در مقایسه بالاست یعنی به همون اندازه بالاست، یا شاید بعضی موقع ما شنیدیم که کمترم بیشترم هست؟ به هر حال من برای کار دیگه اومدم بگم که داستان ابوطالبی چی بود، چی کارش بکنیم که عظما کمتر له بشه. یه دندقب کوچیک میگیرم تا ببینم میتونم سوار ماشین فهم و شعور بکنم یا نه. یه میز جام زرد چیده شده، حاجی رفسنجانی یه چشمک به شیخ فری و یه حق و حساب به لالیجانی و اینا، میگفت باید با کله بریم براش، باید سر بکشیم. مقام عظما میگفت تون نریم، هرچی بتونیم یواشکی و کم و این حرفا. آخرش چی؟ هر دو رفتن، یکی به میل خودش، دیگری احتمالاً برخلاف میل خودش. داستانای مذاکره رو درس میگیرم که زیاد ضایع نشه. سربسته میگم وضعیت مذاکرات اون ظریف مشنگ یه طوریه که اگه فیلم مذاکره رو بگیرن برعکس بذارن تماشا بکنن خیلی باحال میشه. یعنی با قیافه وارفته و داغون شروع میکنن، بعد کلی ور حرف میزنن، بعد با هم دست میزنن و همدیگه رو بغل میکنن و شنگول پا میشن میرن کشورهای خودشون. مذاکره چرا خراب شد؟ چون فهمیدن که دست عظما خالیه. حالا قضیه ابوطالبی مشنگ با اون ظریف مشنگ ترم که شعورش نمیرسه کیو برای چی معرفی بکنه، همینه. همچین لش کردن ابوطالبی رو که فکش از خطکش صافتر شد. ابوطالبی رفت، آبطالبی برگشت. از اینجوری مقدارم زود رنج به نظر میرسن شاید. زود رنج چیه؟ مأمور برون مرزی که هویتش لو بره خب به درد لای جرزم نمیخوره. تو هم حالیت نیستا درد عظما چیه؟ مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که به مشنگه گفتن بابات قلبش وایساده، گفت وایساده که خوب نیست، صندلی بذاره بشینه. الان عظما نشسته رو اره، نمیتونه بره جلو نه عقب. حالا معلوم شده که ارهش هم برقیه، یکی هم زدتش به برق، یعنی دیگه عظما عقب جلو هم نره، اره است. بس هیچی هم دیگه فهمیدن که چی به چیه. اساسی دارن میریزن، به نظر من بالای 80%. 80% نیروها؟ آره. شوخی نکنید. به قیافه من میاد که با تو مشنگ شوخی داشته باشم. چه چشم اندازی رو میبینید برای این نیرو؟ کلا تو با مجری شدنت هم خودتو اذیت کردی هم بیننده ها رو. من دارم میگم ریزه شده شور، تو میگی که چه چشم اندازی میبینی؟ مشنگ. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که یارو وضعش خیلی داغون بود، رفت پیش دکتر، گفت آقای دکتر من چه مدت دیگه زنده میمونم؟ دکتر گفت 10. مریض گفت 10 چی؟ 10 ماه یا 10 سال؟ دکتر گفت 9 8.
روشن شد یا صبر کنم تا ته شمارش معکوس برسه که نشه تو را میوسط بار بزنیم. مشخص‌تر توضیح میدید این یاهایی که میگید تکلیف رو معلوم نمیکنه. دندون سر جیگر بذار، دوربینا که خاموش شد من تو رو روشنت میکنم. خب این خبر خیلی خوبیه. پس تمومش کن که ورد دارم ببرم بیت عظما، خودت ببینی اوضاع داغون یعنی چی، امیدوار بشی که داغون تر از تو هم هست. خیلی ممنون از لطف و حوصله شما. شب و روز همگی بخیر. اگه